خدمت دکتر صاحب عزیز. امید که خوب و صحتمند باشین. خب بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان. دکتر صاحب عزیز، امید که این جلسه ما هم نتیجه بخش باشه. در رابطه با ما شما اجزای کیبورد آلتراساوند خواندیم و فعلا بعضی از اصطلاحاتی که در آلتراساوند استفاده میشه امشب بخیر میخونیمشان و خصوصیات کتلات هم و انواع کتلاتی که در آلتراساوند قابل تشخیص میباشه و ما باید تشخیص کنیم اونا رو هم امشب انشالله تمام میکنیم میخونیمشان و از فیزیک آلتراساوند خلاص میشه بخیر. و بعد جلسه بعدی ما که فردا شب است به توکل خدا بخش نسایی رو آغاز میکنیم بخیر. دکتر صاحب عزیز، در اصطلاح اول یا موضوع اولی که میخونیم artifacts in ultrasound است. artifact در آلتراساوند ای چی معنا میده؟ artifact به معنی خیالات یا یک جسم اجنبی یا یک جسم اضافی. در صورتی که ما پروپ بالای یک عضو قرار بدیم اما ببینیم که علاوه از اینکه ساختمان هایی که در خود اونمو عضو در حالت نرمال موجود است اما بعضی از خیالات اضافی است. مثلا ما کلیه را میخوایم که آلتراساوند کنیم. ما یک تصویر براتون بیارم ببینیم دکتر صاحب. اینجا اینه یک ساحه سیست است، این اضافی است، یک خیالات اضافی است. یا دکتر صاحب این سنگ است، این ساحه‌ای که ما براتون رسم میکنم امروی قلم، این استون یا سنگ است. در پشت سر استون یا سنگ یک خیال اضافی داده که نمیره آرتفکت میگن. آرتفکت یا خیالات اضافی، ساحاتی که اضافی هستند در بخش آلتراساوند اونا را آرتفکت میگه. یا پروپ بالای عضو قرار میتیم. زمانی که پروپ قرار دادیم بالای عضو، علاوه از اینکه ساختمان نرمال عضو را ما میبینیم یک خیال اضافی دیگر رو میبینیم که اونم را آرتفکت میگه. بنابراین آرتفکت به معنی آمدن خیالات اضافی یا تصاویر اضافی که اونم حالت نرمال مغشوش میسازه، حالت نرمال عضو را تغییر میده، شکلش و اونم ساختمانش تغییر میده. دکتر صاحب آرتفکت ها که است باز بدون هستند، یکیشون مثبت است یکیشون منفی. چی معنا؟ آرتفکت های مثبت یعنی آرتفکت هایی که مفید هستند و آرتفکت های منفی یعنی آرتفکت هایی که مضر هستند. ببینید آرتفکت های منفی داریم و آرتفکت های مثبت داریم. آرتفکت های منفی مضر هستند و آرتفکت هایی که مثبت هستند اینا مفید هستند. یعنی چی؟ دلیلش چی است که ما آرتفکت های مثبت و منفی در آرتفکت هایی که مثبت از دکتر صاحب عزیز مثلا پوستریور شادو سایه را میگه. سنگی که در کلیه باشه یا در کیسه صفرا باشه یا در حالب باشه یا در مثانه باشه، وقتی که ما بخوایم مطالعه کنیمش ببینید دکتر صاحب در پشت سر خود یک ساحه تاریک یا انیکویک نشان میده. یعنی میره شادو میگه، پوستریور شادو در عقب سنگ ایجاد شده. این خیالات مثبت است که ما را در تشخیص سنگ ها یا موجودیت سنگ کمک میکنه. ببینید در آلتراساوند در اعضایی که سنگ تشکل میکنه، اگر ما همچی یک ساختمانی را ببینیم که ما دورش حلقه کردیم، این سنگ است یا استون است، اما این ساحه‌ای که به دو طرفش تیر زدیم کشیدیم این ساحه شادو است، خیال اضافی است که از طرف چی ایجاد میشه؟ از طرف اون سنگ. وقتی که ما پروپ بالای ساحه قرار دادیم، پروپ صوت روان کرده با سنگ، صوت تماس پیدا کرده اما مکمل صوت برگشت کرده. چرا؟ از سنگ عبور نمیکنه صوت. باز در خلف ورمو استون یا سنگ شادو تشکیل شده. اینا از جمله خیالات اضافی است. خیالات اضافی مثبت است اما بعضی خیالات اضافی منفی هم است که اونا بر ما هیچ مفاد نمیرسانه اما تشخیص هم اشتباه میکنه. مثلا موجودیت بعضی از اجسام اجنبی در عضو در تحت جلد یک شخص، مثلا از علت خوردن یا اصابت چرا در زیر جلدش باقی مونده، باز او تشخیص ما را مغشوش میسازه. یک زمانی مثلا یک چرا خورده یا یک چیز خورده در قسمت عضوش باقی مونده در زیر جلد، وقتی که ما پروپ قرار میدیم یک خیال اضافی بر ما نشان میده. این خیالات منفی هستند یا مضر هستند. از نظر تصنیف آرتفکت ها دکتر صاحب عزیز به 3 کاتگوری تقسیم میشن. از نظر تصنیف آرتفکت ها به 3 کاتگوری تقسیم میشن. کاتگوری اول artifact related to instrument problem، آرتفکتی که از اثر مشکلات یا استعمال نادرست ماشین ایجاد میشه. شخص است یا اون شخصی که پروسه آلتراساوند یا معاینه آلتراساوند انجام میده از ماشین درست استفاده نمیکنه یا استفاده درست از ماشین یاد نداره، با کیبورد ماشین بلدیت نداره، با نحوه گرفتن پروب بلدیت نداره، تصویر غلط میاد برش، تصویر اشتباه میاد، قسمت هد و تیل پروب درست تفکیک کردن نمیتونه، باز این صورت دچار مشکل میشه برش. این نوع اول آرتفکت است. آرتفکت نوع اول از نظر تصنیف اون نوعی است که استفاده درست از ماشین صورت نگرفته باشه. نوع دوم یا تایپ دومش تکنیک دیپندنت آرتفکت،
آرتفکتی که در اثر اشتباه سونوگرافر اونمو شخصی که معاینه را انجام میده، اونمو دکتر سونوگرافی را به نام سونوگرافر میگن. اون در صورتی که اشتباه تکنیکی از طرف سونوگرافر باشه، از کیبورد به طور اشتباه استفاده کرده، یا برق ضعیف بوده، یا اجزای ماشین آلتراساوند درست آماده نکرده، باز در این صورت هم تشخیص غلط است، یا ما را به تشخیص غلط میرسونه یا ما را سردرگم میسازه. دکتر صاحب عزیز، تصنیف سیومش کی است یا نوع سیوم آرتفکت ها کی است؟ Artifacts due to the way tissue affect sound. او آرتفکتی که میگه برخورد میکنه با انساج نرم، اما مکمل صوت عبور میکنه از اون انساج، دیگه برگشت نمیکنه. این آرتفکت تایپ سیوم است. آرتفکتی است که صوت رفته به یک عضو عبور کرده. مثلا مثانه پر از آب بوده، صوت ازش عبور کرده، برای ما تصویر به رنگ انیکویک نشان میده یا رنگ سیاه نشان میده. این نوع آرتفکت کی است؟ تایپ سومش است. اما دکتر صاحب عزیز، تایپ اول و تایپ دوم، تایپ اول که استعمال نادرست ماشین است، یا و تایپ دوم مشکل در سونوگرافر است که اون شخص سونولوژیست درست بلد نیست با استفاده از ماشین، اینا که است قابل اصلاح هستند، میشه اصلاح ساختشون. اما تایپ سوم یا نوع سوم که است قابل اصلاح نیست. چرا؟ عضو را ما نمیتونیم دیگه تغییر بدیم. در صورتی که یک خیال یا صوت ازش عبور کنه، ما نمیتونیم که دوباره برگشت بدیم اون. دکتر صاحب عزیز، بخش دیگه ترمینولوژی است. ترمینولوژی به معنی اصطلاحاتی که بیشتر کاربرد داره در آلتراساوند. ما همیشه با اونا سر میخوریم، با اون اصطلاحات. اولین اصطلاحی که تصویر دارین دکتر صاحب؟ بله بفرمایید. تصویر در ترمینولوژی اولین اصطلاحی که ما استفاده میکنیم یا اولین اصطلاحی که میخونیم به نام اکوژنیک است. اکوژنیک چی معنی دکتر صاحب؟ اکوژنیک میگه اون مساحتی که اکوی زیاد تولید میکنه. چه رقم دکتر صاحب؟ اکوژنیک ما شما در درس قبلی خوانده بودیم. هایپر اکویک. هایپر اکویک چی را میگه دکتر صاحب؟ شما بگوین. رنگ سفید. هایپر اکویک ساحه‌ای که اکوی زیاد تولید میکنه، صوت رفته با عضو برخورد کرده، از عضو عبور نکرده، مکمل صوت دوباره برگشت کرده، ایرا هایپر اکویک میگه. یا نام دیگه اگه ما استفاده کنیم یک جای کاتش سر میخوریم به نام اکوژنیک. در صورتی که از این به بعد ما اکوژنیک استفاده کردیم، شما بفهمین که مو هایپو اکویک یا رنگ سفید است. اما اکوریج اقدر کاربرد نداره، اما خوب است که بفهمیم معنایشان یکی است. هایپر اکویک، اکوژنیک یا اکو ریج اون حالتی است که ساحه‌ای که اکوی زیاد تولید میکنه. چه قسم دکتر صاحب عزیز؟ در صورتی که صوت از پروب خارج شده، رفته با عضو مانند استخوان یا بون تماس برقرار کرده و دوباره صوت مکمل برگشت کرده با پروب، تصویر به رنگ هایپر اکویک یا اکوژنیک یا اکوریج تشکیل شده است. تصویر به رنگ سفید تشکیل شده. اینمی اصطلاحات تمامش یک معنی میده. در صورتی که تصویر صوت مکمل برگشت کنه یا اکو مکمل برگشت کنه، ایره به نام اکوژنیک یا هایپر اکویک یاد میکنن. دیگه اصطلاح دکتر صاحب اکوگرام است. اکوگرام چی را میگه؟ این معاینه یا پروسه یا این متدی که ما آلتراساوند انجام میدیم، ایره به نام اکوگرام یاد میکنن. خود معاینه آلتراساوند به نام اکوگرام یاد میشه. معاینه آلتراساوند به نام اکوگرام یاد میشه دکتر صاحب عزیز. دیگه اصطلاحی که داریم هایپو اکویک است. هایپو اکویک یکی از شما بگید دکتر صاحب کدام حالت بود؟ ساحه‌ای که اکوی زیاد تولید میکنه است یا ساحه‌ای که اکوی کم تولید میکنه است؟ اکوی کم استاد بسای ظاهر برخورد کنه و رنگ خاکستری نشان میده. ساحه‌ای که اکوی کم تولید میکنه. ببینید دکتر صاحب اینجا نام دیگه شای گفته اکوپور. پور غریبه میگه. ساحه‌ای که اکوی کم تولید کنه یا ساحه‌ای که مقدار انرژی یا صوتی که برگشت میکنه مقدارش کم باشه. یک مقدارش از عضو عبور کرده، یک مقدار دیگهش 50% از عضو عبور کرده، 50% دوباره برگشت کرده. ایرا به نام هایپو اکویک یا اکوپور یا اکو پنیک میگه. به رنگ خاکستری در تصویر ظاهر میشه. دیگه اصطلاحی که داریم دکتر صاحب ایزو اکویک است. ایزو اکویک دو ساحه‌ای که اکوی مساوی تولید میکنه، یعنی دو ساختمانی که از نظر تولید اکو یک رنگ هستند. مثلا دکتر صاحب یکیش کبد است و دیگهش پانکراس. این دو عضو هر دوش از انساج نرم ساخته شدن. باز در این صورت زمانی که ما میخوایم اینا را مطالعه کنیم، تصویری که تشکیل میشه هر دوش به یک رنگ تصویر تشکیل میده. تمام قسمتاشون یک رنگ میشه. چرا دکتر صاحب؟ هم از پانکراس و هم از کبد یک مقدار صوت عبور کرده میتونه و مقدار دیگه که برگشت میکنه به شکل هایپو اکویک یا اکوپور ظاهر میشه در تصویر. این میره به نام ایزو اکویک میگه. دو ساحه یا دو ساختمانی که اکوی مساوی تولید کنند. مثلا دو ساختمان ما نام میگیریم، یکیش کبد است یکیش پانکراس، هر دویش از انساج نرم ساخته شدن و یک قسم تصویر تشکیل میده. اینمی حالت به نام ایزو اکویک میگن.
دیگه دکتر صاحب اصطلاح دیگه ما به نام انیکویک هست یا ایکو فری یا ایکو لوسنت. انیکویک حالتی است که دکتر صاحب دیگه صوت هیچ برگشت نکرده. مثلا زمانی که ما پروپا بالای مثانه قرار میدیم، صوت از مثانه مملو از مایع یا پر از مایع بوده، صوت مکمل برگشت عبور میکنه. ببینید دکتر صاحب اینجا من تصویر مثانه رو براتون میارم. این بلیدر یا مثانه مکمل صوت عبور کرده ازش. وقتی که صوت عبور کرده، این مملو از مایع، صوت عبور کرده به کدام تصویری که در اسکرین ظاهر میشه به رنگ انیکویک میگه، برایش مطلق سیاه زیره. این حالت انیکویک میگن دکتر صاحب. ببینین اینجا یک آبسه است یا سیست است. این ساختمان سیست است که در کبد ایجاد شده دکتر صاحب عزیز. سیست بعدا میخوانیم که ساختمانی که مملو از مایع چرکی باشه یا مایع مملو، ساختمانی که مملو از مایع باشه. ببینید داخلش مایع است دیگه، اطراف کبد ما به رنگ هایپو ایکویک میبینیم، اما داخل سیست به رنگ انیکویک میبینیم. چرا دکتر صاحب؟ به خاطر که در ساحهای دیگه، در اطراف سیست یا در قسمت های دیگه کبد، در لوب های دیگه کبد صوت مکمل عبور نکرده. یک مقدار صوت عبور کرده و یک مقدار دوباره برگشت کرده، اما ساحه‌ای که سیست است مکمل صوت ازش عبور کرده. چرا؟ در داخلش مایع است، از مایعات صوت عبور میکنه مکمل. دیگه دکتر صاحب اصطلاحی که داریم سیستیک است. سیستیک چی است دکتر صاحب؟ از نظر تعریف، سیست میگه ساحه‌ای که مملو از مایع باشه یا ساحه‌ای که از مایع پر باشه. تصویری که سیست، یک ساختمانی که حاوی سیست باشه یا سیست ایجاد شده باشه، با این صورت دکتر صاحب عزیز تصویری که در اسکرین ظاهر میشه به رنگ انیکویک است یا سیاه مطلق. سیست ساختمان مملو از مایع است که در آلتراساوند به رنگ سیاه مطلق یا انیکویک دیده میشه. دیگه دکتر صاحب اصطلاحی که داریم به نام سونولوژیست است. سونولوژیست اونم متخصص آلتراساوند نمیگه، کسی که مسلکی در بخش آلتراساوند است به نام سونولوژیست یاد میکنن. دیگه سونوگرافر از دکتر صاحب. سونوگرافر اونم اسیستانت سونولوژیست است. اسیستانت یا معاون شخصی که معاینه آلتراساوند انجام میده به نام سونوگرافر یاد میکنه. دیگه دکتر صاحب ما یک اصطلاح دیگه که بیشتر استفاده میشه به نام اکوستیک شادو یاد میشه. اکوستیک شادو میگه اونم خیال اضافی یا سایه‌ای که در عقب سنگ ایجاد میشه دکتر صاحب. مثلا اینا ببینید من اینجا براتون تشریح کردم چند دقیقه قبل. ببینید دکتر صاحب عزیز در عقب تصویر در این سنگ است با رنگ سرخ. من نشونه کردم با رنگ. ولی دکتر صاحب خیلی ببخشید جناب استاد، شما گفته بودین که ساختمان مملو از مایع می باشه. خب در بدن که هست خود کیسه صفرا یا مثلا اینا خود طبیعیه که مایع داره، باز او پاتولوژیه که مایع داره. ولی دکتر صاحب هر عضوی که مملو از مایع باشه بازو به رنگ سیاه دیده میشه، انیکویک یا سیاه مطلق دیده میشه. ما مطلب سوال شما را گرفتم. ما بعداً با ساختمان نرمال کبد و ساختمان نرمال پانکراس و اینا رو براتون نشان میدم، ساختمان نرمال کلیه را و ساختمان آفتی، ساختمان سیستیک شما نشان میدم برای شما که شما بتونین ساحه‌ای که سیست باشه را تفکیک کنین. در مثانه سیست ایجاد نمیشه، اگر ایجاد هم شود در اطرافش یک پرده تشکیل میده که پرده خیال سفید میده. درست است دکتر صاحب؟ باز بعداً اونها رو ما میخونیم. باشه استاد. ببینید دکتر صاحب ما سوال تا نشد دکتر صاحب. بله استاد گرفتم. ببینید دکتر صاحب ما یک اصطلاح دیگه را خوندیم به نام اکوستیک شادو. شادو اون سایه‌ای که در عقب سنگ یا در پشت سنگ ایجاد میشه. ببینیم ما اینجا تشریح کردیم سایه‌ای را که ما حلقه کردیم، این سنگ از انساج سخت ساخته شده، از این صوت عبور نمیکنه، مکمل صوت دوباره برگشت داده به رنگ سفید یا هایپر ایکویک ظاهر شده دکتر صاحب. اما در عقب خود یک ساختمان یا یک ساحه را به رنگ انیکویک تشکیل داده. این را به نام اکوستیک شادو میگه یا سایه‌ای که در عقب سنگ تشکیل میشه. ببینیم دکتر صاحب در صورتی که ما کلیه را مطالعه کنیم، یک سنگ موجود باشه همیشه وقت در عقب سنگ وقتی که ما ببینیم اینطور یک شادو ایجاد میشه، یا کیسه صفرا را مطالعه کنیم سنگ موجود باشه همیشه وقت در عقبش سنگ خودش به رنگ هایپر ایکویک دیده میشه، اما در عقب سنگ یا در پشت سنگ که ما ببینیم باز شادو ایجاد میشه. این حالت چی میگه؟ شادو میگه برش. شادو. دیگه اصطلاح دکتر صاحب اکوستیک ویندو است یا کلکین صوتی برش میگه. این کلکین صوتی چی معنا میده دکتر صاحب عزیز؟ مثلا ما میخوایم رحم مطالعه کنیم یا رحم معاینه کنیم، اما در مقابل رحم مثانه قرار گرفته، تا ای که صوت از مثانه عبور نکنه رحم ما درست و واضح دیده نمیتونیم. بنابراین ما به مریض میگیم که ببینید اینجا تشریح کرده، اینجا نشان داده، ما به مریض میگیم که شما مقدار کافی آب بخورین، باز بعد ما میخوایم که رحم شما را معاینه کنیم. ببینید دکتر صاحب ساختمان یوترس یا رحم است، تا ای که مثانه به طور کامل پر نباشه باز ما دیده نمیتونیم. بنابراین وقتی که مثانه مکمل پر بود ما پروپا بالای مثانه قرار دادیم، در خلف مثانه
رحم یا یوترس دیده میشه. این رحم، این ساختمانی که به رنگ سرخ حلقه کردمش این رحم است، اما به رنگ سبز که حلقه کردن بود مثانه یا بلیدر است. یعنی ساحه که ما یک کلکینچه را ایجاد میکنیم یا یک راه را ایجاد میکنیم، این به نام اکوستیک ویندو میگه یا کلکین صوتی. یک ساحه یا حالتی است که صوت یک محیطی را ما ایجاد میکنیم که صوت از او عبور کنه و ساختمان عقبیش ما بتونیم مطالعه کنیم. اینمی حالت به نام اکوستیک شادو میگه. اینمی ساختمان یا اینمی میتود یا اینمی پروسه یا کلکین صوتی. ببینید دکتر صاحب این تصویر برای ما تشریح کرده انیکویک، هایپو ایکویک، ایزو ایکویک و هایپر ایکویک. دکتر صاحب عزیز تعریف اینا هر کدام چی است و تفاوتشون چی است؟ ببینید دکتر صاحب انیکویک به رنگ سیاه مطلق دیده میشه. مثلا ساحاتی که مملو است مایع باشند، کدام ساختمان مثانه، کیسه صفرا یا ساحاتی که سیست ایجاد شده باشه. سیست ساختمان مملو است مایع است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ باز برای ازی انیکویک میگن. دیگه دکتر صاحب هایپو ایکویک است. هایپو ایکویک چی معنا میده؟ هایپو ایکویک ساحه‌ای که ایکویک کم تولید میکنه. یعنی ببینید به رنگ خاکستری دیده میشه. صوت با عضو برخورد کرده، مکمل صوت از عضو عبور نکرده، یک مقدارش عبور کرده، یک مقدار دیگه دوباره برگشت کرده. هایپو ایکویک یا ایکوپور ساحه را ایجاد کرده به رنگ خاکستری. اما اصطلاح دیگه دکتر صاحب ایزو ایکویک است. دو ساحه‌ای که یک ساختمان همرنگ یا همشکل را ترسیم کنن یا تشکیل بدن. مثلا کبد، کت پانکراس وقتی که ما میخوایم هر دویش مطالعه کنیم به یک رنگ دیده میشن. چرا دکتر صاحب؟ انساج نرم است هر دویش و صوت یک مقدار یا 50%ش عبور میکنه و 50%ش دوباره برگشت میکنه به رنگ هایپو ایکویک دیده میشه. دیگه دکتر صاحب هایپر ایکویک است. ببینید دکتر صاحب اینجا یک استون یا سنگ ایجاد شده اما در خلفش شادو تشکیل دادن. استون یا سنگ با کدام رنگ دیده میشه؟ به رنگ هایپر ایکویک یا سیاه یا سفید مطلق. چرا سفید مطلق؟ به خاطر اینکه از اون صوت دیگه عبور کرده نمیتونه دکتر صاحب عزیز. ببینید دکتر صاحب این جنین است، رحم مادر است. ما برای شما از شما وقتی که ما خط میکنم حلقه میکنم شما بگوین که تصویر به کدام رنگ ظاهر شده. سفید و سیاه و خاکستری نگوین دکتر صاحب. اصطلاحات آلتراساوند دیگه شما میفهمین، از او استفاده کنین. و دلیلش چی است؟ برای ما شما دلیلش هم بگین. ببینید دکتر صاحب این ساحه است چرا یک قسم ایجاد شده؟ یکی از دکتر صاحبای جواب بده. به رنگ سرخ حلقه کردمش دکتر صاحب. السلام علیکم. دا څخه د هایپر ایکویک ده ځکه چې دلته هډوکي دي او د دې څخه صوت یا څپې په مکمل ډول سره نه تیریږي، یعنی مکمل دفع کوي هغه څپې او د دې په نتیجه کې هایپر ایکویک یا ایکوجینیک کاری. آفرین دکتر صاحب، بسیار خوب. ببینید دکتر صاحب یک ساحه دیگر ما برای شما حلقه میکنم، شما برای ما بگوین که چرا به رنگ تشکیل شده. چرا یوایی کدام رنگ است؟ به نام چی یاد میشه؟ این دکتر صاحب حساب یعنی که گفته میشه به رنگ به خاطر که صوت کلا عبور کرده اصلا برگشت میکنه به رنگ انیکویک نشان داده میشه. ببینید دکتر صاحب انیکویک نیستی تقریبا خاکستری است. صوت مکمل عبور نکرده، با ساز نرم در تماس شده. باز ما ساحه که انیکویک باشه اینجا را انیکویک میگیم دکتر صاحب. درست است. ببین مکمل عبور کرده، حتی نقاط سفید رنگ هم دیده نمیشه. اینجا مکمل ساحه سیستیک است. این سیست کبد است. بس ما راپورنویسی را هم هر آفتی را که هر عضوی را که خواندیم همراهش راپورنویسیش هم میخونیم که وقتی که طور یک سیست در کبد باشه این به کدام نام یاد میشه؟ سیمپل سیست است، کامپلکس سیست است یا سالیت ماس است، کامپلکس ماس است یا سیستیک ماس است. این دکتر صاحب سیستیک ماس است در کبد ایجاد میشه. باز راپورش قسمی نوشته میشه که سیستیک ماس آف د لیور، یعنی در کبد یک سیستیک ماس ایجاد شده. دیگه دکتر صاحب اینجا یکی تشریح کنه بر ما. اینجا میگن استاد سنگ دیده شده و پشت هم اکوستیک شده داده که نشان دهنده از اینه که سنگ وجود داره اینجا، چون سایه داده پشت خود. آفرین دکتر صاحب. سایه که در عقب سنگ ایجاد شده به نام چی یاد میشه؟ انیکویک بود دیگه. نه خیر، سایه که یعنی سایه که در پشت سنگ در عقب سنگ ایجاد شده. اکوستیک شده. آفرین دکتر صاحب. آفرین دکتر صاحب، خوب است. ببینید دکتر صاحب دیگه در بخش ترمینولوژی دیگه اصطلاحاتی که ما داریم، یک اصطلاح به نام هوموژینس داریم.
اصطلاح دیگه ما که بیشتر استفاده میشه یا بیشتر کاربرد داره به نام هوموجینس است. هوموجینس هم ما در سلاید قبلی هم خواندیم، عضوی که تمام ساحاتش یک رنگ باشه. مثلا ما کبد میخوایم مطالعه کنیم، میبینیم تمام قسمتاش یک رنگ است. یا پانکراس هم میخوایم مطالعه کنیم، تمام ساختمانش یک رنگ دیده میشه، ساده نرمال دیده میشه. یا میخوایم که تایروید یا طحال یا اووری یا تخمدان ها رو میخوایم مطالعه کنیم، تمام ساختمانشون یک رنگ. ببینید دکتر سیبی کبد است، اما شما این نقاط که به رنگ سیاه دیده میشه اینا رو شما سیست نگوین دیگه دکتر صاحب. چرا؟ به خاطر از سیست نگوین که اونا شریان و ورید کبدی هستن، هپاتیک وین و هپاتیک آرتری هستن. درسته دکتر صاحب؟ اما ساحه‌ای که آفت باشه، سیست باشه، باز اون مشخصات خودم می داشته باشه. ما اینا رو باز در بخش کبدی یا دکتر صاحب روح الله که براتون درس داد ازش بخواین که اینا رو بر شما تشریح کنم مکمل که این ساختمان‌ها هر کدامش به نام چی یاد میشه. اما هدف ما است ما تمام قسمت‌های کبد که می‌بینیم اینا به یک رنگ دیده میشه. ببینین تمامش یکسان است، هوموجینس برش میگه. در صورتی که عضو تمام ساحاتش یکسان یا یک رنگ باشه اینا به نام هوموجینس میگه. یا ببینین دکتر صاحب اینه اسپلین یا طحال وقتی که ما معاینه میکنیم تمام ساحاتش یک رنگ میبینیم، یعنی میره هوموجینس میگه برش. اما دکتر صاحب یک اصطلاح دیگه داریم اینجا به نام هتروژینس. هوموژینس اون تمام ساحات یا ساختمان هایی که یک رنگ دیده شده است، یک عضو را ایره هوموژینس میگه. اما هتروژینس اون ساختمان هایی را میگه که ساحاتشان یک رنگ دیده نشه. مانند کدام عضو؟ مانند کلیه. ببینید دکتر صاحب کلیه است، کلیه تمام ساحات یا تمام قسمت هاش یک رنگ دیده نمیشه. ببینین این ساحه رینال پلویک است، این ساحه که ما حلقه میکنم اینا مدولا هستن که در اینا فلتریشن صورت میگیره، مایعات وجود داره. و این ساحه دیگه که ما خط میکنم این به نام کورتکس است. درست است دکتر صاحب عزیز؟ این خیالات یا این ساحه را به نام چی میگن؟ هتروژینس عضو یا اعضایی که تمام ساحاتش یک رنگ نباشه. مانند چی؟ مانند کلیه. در کلیه ببینید دکتر صاحب چرا ناحیه سروکس به رنگ هایپر ایکویک دیده میشه؟ به خاطر اینکه ساختمان شحمی و غضروفی است. دیگه دکتر صاحب چرا قسمت مدولاها به رنگ سیاه دیده میشه؟ به خاطر اینکه اونا مملو از مایع از فلتریشن در ساحه صورت میگیرن. باز دکتر صاحب ببینید به رنگ هایپر ایکویک، هایپو ایکویک اطرافش دیده میشه او ساحه سروکس. بنان هوموجینس او عضوی که تمام ساحاتش یکسان باشه، مانند طحال یا اسپلین یا مانند کبد دکتر صاحب عزیز. و هتروژینس او عضو یا او ساختمانی که تمام ساحاتش یک رنگ نباشه. بنان ما اگر شما سوال کنم یا یک عضوی را بگیم شما بگین که هوموجینس است یا هتروژینس. اسپلین از جمله اعضای هوموجینس است یا هتروژینس دکتر صاحب عزیز؟ از جمله هوموجینس است استاد. هوموجینس. آفرین دکتر صاحب. و کلیه چی است؟ هتروژینس است به خاطر اینکه تمام ساحاتش یک رنگ یا یکسان نیست دکتر صاحب عزیز. آفرین. نیست. آفرین دکتر صاحب. دیگه اصطلاحی که ما داریم در بخش آلتراساوند اکو تکسچر است یا اکو پترن. بیشتر اکو تکسچر استفاده میشه، منظره نرمال آلتراساوند است. او را ما باز آفات که اعضا را که خواندیم بخیر از بخش نسای ولادی آغاز میکنیم. ما براتون ویدیو را باز شریک میسازم در گروه، شما استفاده کنین ازشون. منظره نرمال اعضا رو تمام شه میفهمین. وقتی که با منظره نرمال اعضا شما چشمتون بلد شد، باز غیر نرمال مستقیم شما تشخیص کرده میتونین. کتلات ما چند دقیقه بعد کتلات میخونیم، شما باید تحقیق کنید که کدام نوع کتلات در عضو ایجاد شده یا تشکیل شده. بنابراین اکو تکسچر منظره نرمال یک عضو را یا منظره نرمال یک ساختمان به نام اکو تکسچر میگن. دیگه دکتر صاحب رزولوشن داریم. رزولوشن فقط اونمو قدر یاد بگیرید که شفافیت هم میگن یا اونمو کیفیت یا روشنایی را رزولوشن میگن. اینجا دکتر صاحب یک سوال داریم. یک سوال آمده، این سوال باز کار خونگیتون باشه، شما میتونین که ایرا باز در گروپ همراه ما شریک بسازین. در سوال گفته an organ that has uniform texture and composition such as the thyroid gland is described as. گفته عضوی که دارای ساحات یکسان یا نقاط تماما قسمت هایش یکسان است یکی از نام های ذیل یاد میشه. هتروژینس، هایپر ایکویک، هوموژینس و هایپو ایکویک. دکتر صاحب عزیز این کار خانگیتان باشه. هدف سوال این بوده که گفته غده تایروید در یکی از اصطلاحات ذیل مطابقت داره. گفته تمام ساحاتش یکسان است، تمام ساحاتش یکسان نیست، سفید است یا سیاه است. شما این را باز پیدا کنید که هوموژینس است، هتروژینس است، هایپر ایکویک است یا هایپو ایکویک است. شما این را پیدا کنید کار خانگی میباشه.
استاد محترم بسیار میبخشید ما سلاید ندارم این کار خانگی بخ من ندارم نفهمید دیگران دارن یا خیر. سلاید ما امرایتان شریک ساختم دکتر صاحب، شما میتونید از سلاید استفاده کنید یا اسکرین شات میتونید بگیرین از این سلایدی که ما شیر ساختیم این میاله در روی صفحه کار خانگی هم نوشته کردم، میتونید اسکرین شات بگیرین دکتر صاحب. سلایدها به کدوم شیر شده؟ فقط شما کارخانگی که استاد گفتن اسکرین شاتش خود داشته باشید. بعض مثلا دکتر صاحب ما کمی نتون ضعیف بود باز دوباره اومد. خیر درست است دکتر صاحب، سلامت باشید. دیگه دکتر صاحب ما در بخش آلتراساوند یک اصطلاح دیگه داریم به نام اینترفیس. اینترفیس سرحد تماس بین دو نسج میگه، مثلا سرحد تماسی که بین استخوان و کبد است یا قبرها و کبد، سرحد تماس بین دو عضو یا دو ساختمان به نام اینترفیس میگن. مثلا بین طحال و معده، بین طحال و پانکراس، بین کلیه و طحال، اینا رو تمامش سرحد تماس یا اینترفیس میگن. دیگه دکتر صاحب ما یک اصطلاح دیگه داریم به نام اکوستیک پاور. اکوستیک پاور چی را میگه؟ ببینید دکتر صاحب اصطلاحی به نام اکوستیک پاور داریم. اکوستیک پاور دیگه بیشتر اونقدر روی جزئیات زیاد نمیریم، فقط اونم قدر یاد بگیری که قدرت صوتی را میگه، مقدار صوتی که از پروب تولید میشه اینا به نام اکوستیک پاور میگه. اکوستیک پاور قدرت صوتی یا اونم مقدار صوتی که از پروب خارج میشه. دیگه اصطلاحی که داریم بیم پروفایل است. بیم پروفایل ساحه‌ای که تصویرش در روی اسکرین ظاهر میشه، اینو میره به نام بیم پروفایل میگه. دیگه دکتر صاحب ما اصطلاحی که داریم فوکال زون است. فوکال زون چی را میگه؟ این اصطلاح به نام فوکال زون ساحه یا تصویری که در قسمت وسط اسکرین ظاهر میشه او را به نام فوکال زون میگه. بیاین اینجا تشریح کنیم دکتر صاحب عزیز که خوبتر و واضح‌تر خوبتر تشریح کرده ما درست میفهمیمش. ببینید دکتر صاحب این اسکرین است و قسمت وسط اسکرین است که ما خط میکنم با رنگ سرخ و قسمت دو طرف اسکرین است و یک قسمت بالا اسکرین است، یک قسمت پایین اسکرین است. دکتر صاحب عزیز در فوکال زون بهترین تصویر تشکیل میشه. چرا دکتر صاحب؟ بخاطر که در قسمت وسط اسکرین است، تماما طرف راست، طرف چپ، طرف بالا، طرف پایین عضو را یا ساختمان ما به طور مکمل دیده میتونیم. اگر در طرف راست باشه یا طرف بالا باشه باز ممکن یک قسمت از اون عضو یا یک قسمت از ساختمان عضو ضایع شده یا فوت شده، یا اگر طرف پایین باشه یا طرف چپ باشه. بهترین ساحه‌ای که تصویر در آلتراساوند تشکیل میشه در فوکال زون است دکتر صاحب عزیز، یا قسمت وسط اسکرین. این به یادتون باشه. اینجا یک سوال دیگه اومده دکتر صاحب، اینم کار خانگی به شما باشه. گفته the ultrasound beam has the best resolution. گفته تصویر آلتراساوند کیفیت خوبتر تصویر در کدام قسمت تشکیل میده؟ شماره A یا یک close to the transducer، B in the Fresnel zone، C in the Fraunhofer zone، D where it is focused. ایره باز شما دکتر صاحب برای ما جوابش پیدا کنین که در کدام قسمت. این جواب کار خانگی و بهترین ساحه‌ای که تصویر تشکیل میشه کدام ساحه است. دیگه دکتر صاحب ما فواید و اسرار آلتراساوند میخونیم. آلتراساوند کدام مفیدیت ها یا کدام فواید داره؟ یکی شماره یک معاینه بی خطر است. دوم بدون درد است. بی خطر به این معنی که هیچ نوع شعاع تولید نمیکنه. دوم بدون درد است چون مداخله داخلی صورت نمیگیره. معاینه سریع است، بدون جنجال انجام میشه، بدون جنجال اجرا میشه. دیگه بدون ضرورت به مواد کثیفه یا ضبط کردن مواد کثیفه داره. دیگه بدون ضرورت به آمادگی خاص داره. دیگه دکتر صاحب لیزر پریس است. این بسیار یک معاینه ارزان و معاینه خوب است. این مفیدیت ها یا اونم خوبی های آلتراساوند یکی بی خطر است، بدون درد است، سریع است، بدون ضرورت به مواد کثیفه، بدون ضرورت به آمادگی خاص و لیز پریس است و قیمتش ارزان است. اما محدودیت هایی که داره آلتراساوند یا اونم حالت هایی که نمیتونیم ما استفاده کنیم از یک در عظام یا استخوان ها. دوم در اعضایی که در خلف عظام قرار داشته باشه. چرا دکتر صاحب؟ او عضوی که در خلف عظام قرار داره تصویر از استخوان عبور نمیکنه. وقتی که صوت از استخوان عبور نمیکنه، ببخشید دکتر صاحب، صوت که از استخوان عبور نکرد به عضو خلف استخوان یا عضوی که در قسمت پشت سر استخوان قرار داره نمیرسه. بنابراین تصویرش در تصویر تشکیل نمیشه. تصویری که ما در اسکرین میبینیم تنها از استخوان است که به رنگ هایپر اکویک دیده میشه. دیگه دکتر صاحب در ساحات یا ساختمان‌هایی که گازات موجود است یا ساختمان‌هایی که در خلف این اعضا قرار دارند، مثلا ساختمان‌هایی که در خلف معده قرار داره،
یک معده در معده گازات موجود است، ما مطالعه کرده نمیتونیم، و همچنین ساختمان هایی که در خلف معده است ما اونها را دیده نمیتونیم. چرا؟ گازات مانع عبور صوت میشن. دیگه دکتر صاحب شحم است، او ساختمان هایی که شحم موجود است اونها را ما درست معاینه در جدارهایشان یا اطرافشان شحم موجود است، ما اونها را درست مطالعه کرده نمیتونیم دکتر صاحب عزیز. دیگه دکتر صاحب عنوان داریم آماده ساختن مریض برای معاینه. ببینید دکتر صاحب در هر عضو یا هر ساختمانی که ما بخوایم معاینه کنیم یک آمادگی خاص خود داره. ببینید در صورتی که ما کیسه صفرا و پانکراس بخوایم معاینه کنیم کدام آمادگی ها را به مریض میگیم که تو باید چی کار بکنی، کدام آمادگی را بگی. در صورتی که کیسه صفرا و پانکراس ما بخوایم معاینه کنیم از مریض ما میخوایم که حتی 8 ساعت قبل از معاینه هیچ چیز غذا استفاده نکنه. چرا دکتر صاحب؟ به خاطر اینکه پر باشه، از کیسه صفرا پر باشه و پانکراس انزایم هایش افراز نشه. دکتر صاحب اگر غذا مصرف کنه شخص با او نیاز به پارچه شدن و پروسه هضمیت داره. بنان کیسه صفرا و پانکراس وظیفهشون سهم گرفتن در پروسه هضمیت است. اینا مواد خود افراز میکنن یا ترشح میکنن، خالی میشن. به همین خاطر ما به مریض میگیم که ما کیسه صفرا و پانکراس هم معاینه میکنیم، تو قبل از 8 ساعت دیگه غذا نخور. 8 ساعت به معاینه که من دیگه تو باید غذا استفاده نکنی یا غذا نخوری. اما در صورتی که اعضای حوصلی را ما بخوایم مطالعه کنیم، مثلا مثانه یا رحم یا اووری یا تخمدان ها یا ادنکسا یا ملحقات رحم بخوایم معاینه کنیم کدام آمادگی ها را می داشته باشه. اولی که به مریض میگیم به مقدار کافی مایعات باید بنوشه، چرا مثانهش باید پر باشه. اگر مثانه خالی باشه باز خود مثانه را هم درست مطالعه کردن نمیتونیم و ساختمان هایی که در اطراف مثانه است اونها را هم درست معاینه کرده نمیتونیم. ما از طریق مثانه یک کلکینچه صوتی ما درست میکردیم. و دیگه چی کار میکرد دکتر صاحب؟ مثلا وقتی که آب نفر میخورد یا مایعات میخورد مثلا کلان میشد سایزش و اون ساختمان ها را دور میکرد. دیگه دکتر صاحب در صورتی که معاینات ولادی را ما بخوایم انجام بدیم، در معاینات ولادی باز هم مثانه در تریمستر اول باید به مقدار کافی پر باشه. چرا دکتر صاحب؟ رحم کوچک است، درست مدیده نمیتونیم. وقتی که مثانه پر بود باز مثانه موقعیت خود تغییر داده و رحم ما درست میتونیم مطالعه کنیم. میره باز در بخش ولادی نسایی و ولادی که شروع کردیم از فردا شب بخیر اینا را درست میخونیم. طرز استفاده از ماشین آلتراساوند، ماشین آلتراساوند چه قسم استفاده کنیم دکتر صاحب؟ یک گروپ که است قیمتی ترین ساختمان یا قیمتی ترین عضو ماشین آلتراساوند است. یک گروپ در آلتراساوند قیمتش 2 برابر خود ماشین ارزش داره. بنابراین وقتی که ما میخوایم از گروپ استفاده کنیم باید حساس باشیم، در مقابلش از ضربه خوردن و اینطور موضوعات باید او را حفاظت کنیم و همچنین باید قسمت هید گروپ و از تیل گروپ ما تفکیک کنیم. و دیگه چی کار کنیم؟ از استابیلایزر استفاده کنیم. استابیلایزر اون ترانسفورمر میگه که جریان برق نرمال نگاه میکنه، برای ما یا حفظ میکنهش. دیگه دکتر صاحب در هنگامی که ما از ماشین استفاده نکنیم باید خاموش بسازیمش یا خاموش کنیمش. دیگه دکتر صاحب هنگام نصب پروب ماشین باید خاموش باشه، روشن نباشه، چرا ممکن خراب شه پروب. دیگه دکتر صاحب در هنگام معاینه ما از جل استفاده میکنیم. اون جل او بوتلی که به خاطر معاینه است، او جل چی کار میکنه دکتر صاحب؟ در صورت عادی وقتی که ما پروب بالای عضو قرار بدیم و جل استفاده نکنیم در بین فاصله که بین پروب و جلد است هوا جای میگیره. بنان وقتی که هوا یا گازات جای گرفته اونجا تصویر به ما اونجا آرتفکت ایجاد میشه یا خیالات اضافی تصویر مغشوش میشه. بنان ما از جل استفاده میکنیم، وقتی که از جل استفاده کردیم خیالات اضافی را بر ما گم میکنن. دیگه دکتر صاحب ما در آلتراساوند انواع مقطع ها داریم که در آناتومی هم خواندیم، ساجیتال پلان و ترانسورس پلان و کرونال پلان است. ببینید دکتر صاحب که ساجیتال پلان چی است؟ ساجیتال پلان میگه پلان عمودی است که بدن به 2 حصه مساوی طرف راست و طرف چپ تقسیم میکنه. ببینید اگر ما از قسمت پیشانی مریض عمودو به قسمت صدر و قسمت بطن یک خط بکشیم یا یک شق کنیم، اینمی پلان که نصف مریض به طرف راست و نصف حصهش به طرف چپ تقسیم شده، اینمی پلان به نام ساجیتال پلان یاد میشه. اما ما یک پلان دیگه هم داریم به نام ترانسورس پلان. در صورتی که از قسمت وسط شخص نصف کنیم، شق کنیم قسمت به طرف بالا و به طرف پایین. ببینید دکتر صاحب به طرف بالا و به طرف پایین قسمت بالایش جداگانه مطالعه کنیم و قسمت از خط پایین جداگانه مطالعه کنیم. این پلان به نام ترانسورس پلان میگن. اما یک پلان دیگه هم داریم دکتر صاحب که شخص از قسمت شانه آمده به طرف دست به 2 حصه مساوی تقسیم کرده، قسمت پیشوری و قسمت پشت سر. این پلان به نام کرونال پلان میگه. عبارت از پلان عمودی است که بدن شخص به 2 حصه مساوی طرف پیشوری و طرف پشت سر یا انتریور و پوستریور تقسیم میکنه. ان شاء الله پلانای آناتومی که دکتر صاحب فهمیدین اینجا هم مطالعه تشریح کرده دکتر صاحب. ببینید ما خط میکنم دورش دکتر صاحب، شما بگین که کدام پلان است و تشریح کنین اونمو پلان ما.
یک دکتر صاحبی رو تشریح کنه با رنگ سرخ ما حلقه کردم. ترانسورس می باشه استاد، چون از باز مشخصاتش چی گونه پلان است دکتر صاحب؟ ایشون مشخصاتی نفهمیدم از شما، از مشخصات چی نفهمیدم. ببینید دکتر صاحب، ما پلان ها داریم به خاطر اینکه ما بهتر بتونیم اعضای بدن مطالعه کنیم. خطوط کشیدیم، یک خط میکشیم از یک قسمت سره بدن شخص به دو حصه تقسیم میکنیم، طرف بالا و طرف پایین. اینمی پلان به نام ترانسورس پلان میگه. پلان عمودی است که بدن به دو حصه تقسیم میکنه، قسمت بالا و قسمت پایین، یا قسمت علوی یا قسمت سفلی. درست است دکتر صاحب؟ دیگه پلانی که داریم لنگوتودینال یا ساجیت بنا در ترانسورس پلان دکتر صاحب پروپ ما به این شکل قرار میدیم. یعنی میتونه خط کشیدیم، هد پروپ طرف راست و تیل پروپ طرف چپ. و دیگه پلان دوم اینی پلان از دکتر صاحب ببینید که از قسمت وسط بدن یک خط عبور کرده، بدن به دو حصه مساوی طرف راست و طرف چپ تقسیم کرده. این به نام لنگوتودینال یا ترانسورس پلان میگه. اگه ما براتون بگیم که پروپ لنگوتودینال یا ترانسورس قرار بده یا ساجیتال قرار بده، باید به این شکل قرار بده، هد بالا و تیل پایین. اما اگه ما بگیم که ترانسورس قرار بده، باید هد به طرف راست و تیل به طرف چپ به این شکل قرار بده. اما یک پلان دیگه به نام کرونال داشتیم دکتر صاحب. ببینید بدن به این شکل تقسیمات کرده، قسمت پیشروی و قسمت پشت سر. این پلان به نام کرونال پلان یاد میشه. فهمیدید دکتر صاحب؟ ببینید حالا شما بگوین کی کدام پلان است؟ لانگیتودینال. آفرین دکتر صاحب، لانگیتودینال. قسمت هد پروب در لانگیتودینال به کدام طرف میاد دکتر صاحب؟ به طرف بالا. و تیلش به طرف پایین. دکتر یک دکتر صاحب دیگه جواب بده. زمانی که ما هد پروب به طرف بالا بانیم، تصویر هد پروب به کدام طرف اسکرین ظاهر میشه؟ علوی. به طرف بالا. طرف راست دکتر صاحب، راست. طرف راست. قسمت هد پروب ببینید دکتر صاحب، اینجا هد پروب نشانی شده به رنگ سرخ. قسمت هد پروب به طرف بالا قرار میدیم و قسمت تیل پروب به طرف پایین. تصویر از قسمت هد پروب به طرف راست اسکرین ظاهر میشه، از تیل پروب به طرف چپ اسکرین. حالا فهمیدین دکتر صاحب؟ بله. خوب است. این پلان کدام پلان است دکتر صاحب؟ ترانسورس است. درست است دکتر صاحب. ببینید دکتر صاحب، اینجا هد پروب به طرف راست آمده، تیل پروب به طرف چپ. در صورتی که هد پروب به طرف راست بیاد، تصویر در کدام قسمت اسکرین ظاهر میشه؟ طرف چپ. طرف راست دکتر صاحب دیگه. اما تیل به طرف چپ. ببینید دکتر صاحب دیگه، شما قسمت پلان‌های آناتومی که یاد گرفتین یا مقطع انواع مقطع آلتراساوند دکتر صاحب؟ در انواع مقطع آلتراساوند سوال ندارین؟ مایل یا اوبلیک. ببخشید استاد بی زحمت همین مقطع رو دوباره تکرار کنید. درست است دکتر صاحب. ببینید در صورتی که ما یک ساختمان مطالعه میکنیم یا یک عضو را مطالعه میکنیم، پروپ به این شکل طولانی قرار میدیم. این را لانگیتودینال میگن. از قسمت هد پروپ به طرف بالا و تیل پروپ به طرف پایین میگذاریم. درست است دکتر صاحب؟ به شکل طولانی از قسمت هد پروپ تصویر به طرف راست اسکرین و از تیل پروپ به طرف چپ اسکرین ظاهر میشه. فهمیدید دکتر صاحب؟ این پلان لانگیتودینال یا پلان طولانی است. اما یک پلان دیگه داریم به شکل ارزانی یا ترانسورس است. ببینید دکتر صاحب، قسمت هد پروپ به طرف راست میگذاریم. ما اینجا براتون نوشته میکنم طرف راست و طرف چپ. قسمت هد پروپ به طرف راست گذاشته میشه، اما قسمت تیل پروپ به طرف چپ گذاشته میشه. از طرف چپ تصویر به چپ اسکرین ظاهر میشه و از طرف راست به طرف راست. این نوع معاینه یا این قسم گذاشتن پروپ بیشتر در بخش ولادی استفاده میشه. چرا دکتر صاحب؟ به خاطر که اگر در صورتی که ما به شکل طولانی بخوایم رحم مطالعه کنیم، تنها خود یوترس یا رحم دیده میشه. اما اگر به شکل ارزانی بخوایم مطالعه کنیم، هم اووری را میتونیم ببینیم و هم میتونیم ساختمان رحم ببینیم. باز در لکچرهای بعدی را میخونیم. و یک پلان دیگه داشتیم دکتر صاحب، بود اینجا تصویرش نمیاد، اما ما میخوایم که او را براتون رسم کنم. ابلیک است. ببینید دکتر صاحب، پروپ به این شکل به شکل مایل قرار میدیم. قسمت هد پروپ به طرف بالا و راست میاد، قسمت تیل پروپ به طرف پایین و قسمت تیل پروپ به طرف پایین میاد. درست است دکتر صاحب؟ این پلان کدام پلان میگن؟ پلان ابلیک.